درود دوستان، وقتتون بخیر. همونجور که بهتون گفتین سری قبل این خمیر شیرین از شرکت پروبی تیمولدار بودن که همشو خوردن زنبور رو و مجبور شدین که دوباره برشون شارژ کنین. این دفعه از این محصولشون خمیر شیرین ویژه شون داریم بهشون میدیم. سری قبل تیمولدار بود و خاصیت کنکوشی داره، زنبوران خوب خوردن، همشون کلا بردن. دیگه گفتین که این دفعه براشون یه تنوعی ایجاد کنیم و از این پروبی شرکت پروبی ویژه بهشون میدیم. حتما دوستان به زنبورا بدین، واقعا عالیه، جواب میده، زمستون رو راحت میگذرونن، خیلی چیز خوبیه. ممنون که ما رو دنبال میکنین. سابسکرایب و لایک یادتونه. ممنون.